مسابقات دوش و بایسکلانی دختران به همکاری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر امروز برگزار شد. هر دو مسابقه از پنتون برهان‌الدین ربانی آغاز شد که نخست مسابقه دوش برگزار شد که 5 کیلومتر دوام کرد و پس از آن رقابت بایسکلانی آغاز شد که تا طاق ظفر پغمان ادامه یافت. جاوید احمد قائم، معین پلیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در مورد راه اندازی مسابقات دوش و بایسکلانی به رسانه‌ها چنین گفت: پیامم همین بود که جوانی هست، چرا ناق امی انرژی و که داریم مورد یک چیز غلط که نه از لحاظ عنعنات، نه از لحاظ دین، نه از لحاظ انسانیت چیز خوب باشه مصرف کنیم، چرا مو انرژی را برای درست، برای ورزش، برای تعلیم مصرف نکنیم. شفیقه موگل، برنده مقام اول مسابقه دوش، میگوید که باید در راستای مبارزه با مواد مخدر برای جوانان افغان برنامه‌های بیشتر در نظر گرفته شود. کلا همین پیام ورزشکارا، پیام ما برای مردم است که رو بیارن به طرف ورزش. واقعا ورزش تنها چیزی که من احساس می‌کنم زندگی مردم میتونه پیشرفت کنه، چون تمام چیز در سلامتی انسان‌ها کلا شامل میشه در ورزش، بخش ورزش. شما اگه ورزش کنین میتونین که زندگی خوب داشته باشین، همیشه تازه و فرش باشین. در بخش بایسکلانی رخسار حبیبزی توانست که در فاصله 15 کیلومتر مقام اول را از آن خود کند. او پیامش را به رسانه‌ها چنین بیان کرد: این رکاب بر مبارزه علیه مواد مخدر بود و ما به خاطر رکاب زدیم تا بتانیم مردم جامعه ما را به سوی ورزش تشویق کنیم تا که از مواد مخدر دست بزنند و به ورزش رو بیارند. مسئولین وزارت مبارزه با مواد مخدر میگویند که تصمیم دارند تا در آینده برنامه‌های بیشتر در راستای مبارزه با مواد مخدر را عملی کنند. قبل از این در بعضی از ولایات کشور، بیشتر در کابل، به هدف مبارزه با مواد مخدر برنامه‌هایی را برگزار کردند که به گفته وزارت مبارزه با مواد مخدر مؤثر تمام شده است.